کالسه که کار کافسی بشن طرف دست از بگردن قبول جواب قبول رحمت کنم بخشش هم اینو نام فامیلیتون دارن دولت و بختوار مردان طرف دست از بگردن قبول جواب مرحبا. سلام علیکم. وعلیکم سلام. بی. تازه مردا سوی پیچی دوست نه. ماشی. است. تازه مردا سوی. خوبه نکه. میشه رحمت. رحمت که. یکم خدمت بود. که از دهات آمدیم کار گفتم اگر اون کار باشه که کار گفتم. کار گفتی؟ بله. یکم معلومات داری؟ معلومات میانه عمومی. میانه عمومی؟ بله. معلومات چه میانه محض باشد؟ وی در کارخانه ما فقط آدم‌های معلومات عالی‌دار در کار است. اگر معلومات میانه داشته باشی فقط کار همین قراولی است. معاش چند قدره؟ معاش 500 سوم 600 سوم معاشش هم خیلی است. میشه که همگی در کیسم 10 سوم دارم. شما پشت الکترونی دارید؟ پشت الکترونی ندارم. ندارید؟ شما معلومات رو درباره کارخانه روان کنید شما شناس شوید و ما شما رو بیابیم. نه ندارم. خیلی نباشد تلفنتون رو تی؟ نه اگر تلفن ندارم. تلفن هم نداری؟ نه اگر. و چلی به نام به آدرس و به چی چلی من حیران میشم. نه اومدم که شهر همگی 10 سوم دارم درباره تلفن نخریدم. ما چلی شما رو میبینیم از دیوان باشید یه رقم تلفن دارید نه پشت الکترونی دارید. او نه ما چلی شما رو از کجا پیدا میگیریم؟ کار کردن بگیرم میشه؟ نه برادر خیلی نمیشه. ما خیلی شخصا رو با کار قبول کردن نمیتوانیم. نمیشه کنم. یا شما یکم تلفن یکم موبایل ندارید چه بود؟ بخشش. چنده اکا؟ دونش یا اپتیم. دونا چنده اپتیم چنده اکا؟ دونا دا 20 سومونه اپتیم دا 10 سوم. یعنی چند سومونه اکا؟ اکا 10 سوم اپتیم نمیشه اکا؟ و برای فروش برام اکا بعد استویسه اکا همکاری میکنیم. اپتیم آخه 1000 سوم بولو های برادر. اکا نوای دیهات مگین 10 سوم دارم اکا. می یک نمیتونه اکا ولی بعد آینده بسیار میگیرم اکا. خیلی میشه آره.
شما سوز داریم شده بعد هم دوست شما گشتیم بله رحمت مدار رحمت السلام علیکم. اکا بخیر باشه. هر وقت از اون وقت خاطر مشکل نشه نکا. ناسی باشه. استاد سمون اکا برای شما دیسکوسی. این آب بشه. این سمون نشه وقت. نه لیگی نه باید. سلام علیکم. سلام بیو خوبه. دی تگام تی هم بخیر بو. دی تگام تی اکا. ای رحمت اکا. ایوان شاید دلخواهی ما هم کارش اومد ریس السلام علیکم. اکا همی از صد دونا بگیرم علیچکه اکا چندی میتونم؟ صد دونا نفتی میگیرم بابا اکا. سمید میتونی صد لیش اکا صد شده تایور اکا. برادر همه سونتر خودت پدر کرد یک گاب نیست اکا رحمت. سلامت بشین اکا. کش اومدی ها؟ سلام علیکم. علیکم سلام. برادر عزیز شما خوبه؟ سازین سلامتتان خوبه؟ این مغازه سیتی پارفیمر همیه یا؟ بله مغازه سیتی پارفیمر. میتونیم ما هم صحبت شویم برادر؟ بله میتونیم. سلامت باشی. یعنی که روبر شما نه؟ نه یکا جون. روبر ما نیست. روبر نه و رفت یکا جون. شما روبر نیستی؟ نه یکا جون. ببخشید من میخواستم همراه روبرتون صحبت کنم. شما یک دقیقه 3 روز من خدمت میکنم. الو. بار اومدم این اومده سم. فهمیدم اومده سم اینا. خب. رئیس یا لحظه. مغازین در میمون اومگیه. میمون اومگیه؟ بله یک. میمون تو من قبول کنم. بله رئیس شما قبول میکنید. یک کار ندارین میمونه شما رو من قبول کنم. رئیس میمون برای همکاری با اومگیه میگه کلانتر از دم در کار. رهبریت. فهمو خمیرم. سلام علیکم کاکا. این اکا رئیس خود شما. السلام علیکم. برادر شما نازنین تیجی. سلامتیتان خوبه؟ شکر شما خوب. ما اومدیم که شاگردتون ایستادگی خواستیم که همراه شما یک هم صحبت کنیم. مرحمت باشد بخیر باشد. مرحمت بزرگ بکن. ها؟ گیر.
سلامت باشید برادر جان. برادر شما خوب هستین دیگه. رحمت شما را بکن. خوب. سلامت باشید، سلامت باشید. برادر ما با یک مقصدی خوب اومدیم که همراه شما، یعنی که با این مغازه و با همراهی شما همکاری کنیم. شما درباره کار ما، درباره دوخی‌های ما معلومات دارین؟ اون قدر نه، یک کمی. خب برادر از من برای شما میفهمونم. خب. سیتی پرفیوم این کتابی ما است. اینجا نمونه‌های دوخی‌ها. این مقصد کدام نمود دوخی‌هایی که برای شما لازم می‌شود در تگش کدش است. شما از آنها فرمایش بدید چقدر که شما در لازم است، ما برای شما پیشکش می‌نماییم. دوخی زنانه، مردانه و دوخی که داریم که هم زن و هم مرد استفاده میبرند. همه نمودش در اینجا به شکلی پورگی اومدگی است. بله های خلاص این نمیخیلی که. خب برادر جان، یعنی که شما همراه ما همکاری کردنی هستین نه؟ بله بله. خب اگر خوب میشد که همین را با واسطه پشت الکترونیک رمال میکرد ما پورا شناس میشدیم. پشت الکترونیک که؟ آها. ما پشت الکترونیک نداریم نیکی که. چی؟ پشت الکترونیک ندارم. نداره؟ نه. بسیار خوب. شما پشت الکترونی ندارید، اینقدر پیشروی، اینقدر مغازه زیبا، اگر با فکرم پشت الکترونی می داشتید شما را یافتن بسیار دسترس کردن مشکل بود. نه برادر، خطا میکنین. چی؟ بعضا داشتن این نعمت ها آدم را به بلندی نمیبرد. من نفهمیدم. شما چی گفتنی هستی؟ بعضا نعمت های هست که ما آن را دارا نیستیم، اما انسان را به قله های بلند زندگی میرساند. اگر من پشت الکترونی می داشتم در یک کارخانه عادی به حیث پاسبان کار میکردم.